من یولیا هستم. لقب حربیم دیزیگا. من در واحد بوچه 1 خدمت میکنم. فرمانده گروه سیار هستم. گروه یولیا کیف را از حمله‌های هوایی حمایت میکند. وظیفه من نابود کردن پهپادها است. وقتی ما موقع گرفته پهپاد دشمن را دقیق میکنیم، آن را با آتش سلاح نابود میکنیم. من فرمان نابود کردن پهپادها را میدهم. بسیاری از مردان در ارتش هستند. در تیم یولیا اکثریت زنها می باشند و واحد نظامی او نیز بیوه‌زن‌های بوچه نام دارد. زنهای زیادی میخواهند از کشور خود دفاع کنند، ولی نه همه‌شان با سبب نگاه و بین کودکان نمیتوانند با ما همراه شوند. اعضای قسم حربی ما خدمت و حیات عائلوی را یکجای پیش میبرند. این زنها پیش از جنگ آموزگار، محاسب و یا آرایشگر بودند. ولنتینا میگوید که به هیچ تجربه و دانش آمد و زود کار را از خود کرد. وقتی قسمای سلاح را بار اول از هم جدا می کردم، خودم در حیرت بودم که این چی است و اون قسمش چی است. ولی با من همه را فهموندند. بعضی اختیاریان مشغولیت اساسی و عائله های خود را کنار گذاشته به اینجا آمدند. در زندگی آسایشته من پیش از همه مادر هستم. دخترم 10 ساله است. وقتی به دخترم گفتم که به حمایت کشور می روم، اولین سوالش این بود که موی مرا پیش از مکتب کی شانه می کند. این اولین پرسش کودک بود. او تمام واقعیت را پورا درک نمی کند. او می فهمد که مادرش آسمان را دفاع می کند. ولی آرزوی من این است که او هیچ غمی نداشته باشد. جنگ در اوکراین تخمینا 4 سال باز دوام دارد و شمار مردان در این کشور خیلی کم و زنها بیشتر می شوند. حالا 70,000 زن در خدمت حربی و 20,000 نفرشان در جبهه اول قرار دارند. زنان عضو واحد بیوه‌زن‌های بوچه تمام خطرها را درک می کنند. فرزندان ما فرزندان این کشور بزرگترین منبع الهام ما می باشند. فرزندان ما کلان شده این کشور را از نو بنیاد می کنند. ما می خواهیم که آزاد باشیم و در کشور آزاد همان گونه که خودمون می خواهیم زندگی کنیم.